بچه واسه اولین بار اومدیم سوشی بخوریم. حالا مای احمق برای اولین بار به صدا سوشی خرچنگ گرفتیم. بریم ببینیم، امتحان کنیم ببینیم چجوره. خب اولین سوشی رو میخواد بخوره سید، ببینیم چجوره. سید جون سلام فالورای گلش، سابسکرایبرایش اینو بخوری باشه. نه من اصلا دوست ندارم لیمونات. مردا بخور سید. دوستان سلام. خب سید مازی خرچنگ. حالا آقا یه نفر به ما بگه که حالا واسه اولین سوشی چرا خرچنگ؟ همین ساده میگرفتی. عاشق خرچنگم به خدا که اولین خرچنگ خاندانتونه. خرچنگش پیر، خرچنگش مریض بوده، نریز. برای اولین بار میخواست سید امتحان بکنه سوشی، ببینیم. گذشته فریبم داد، حال عذابم میدهد، از آینده وحشت دارم. خب حالا استاد برو شما امتحان کن. حالا مای دیوونه واسه اولین بار اومدیم سوشی خرچنگ امتحان کردیم. بابا ما رو چه به خرچنگ کم بود بزنن تو این سوسه بعد مثلا. استاد سوشی خورد. خب استاد بکنم خیلی دوستش داره. خیلی خوب بود. حالا منم میخوام امتحان کنم. چی افتاد بچه ها امتحان کن ببینیم. دانشو ما تموم کرده، بلد نیست بگیره. بچه ها یکی بیاد یادش بده سابسکرایبرای گروه ولی منوس باید نی خورده ممی خانم گرفت یا نه مزه دریا میده. عالی. از اینا بخور. بیا از اینا بخور. بیا بزن سلامتی. گذشته فریبم داد، دوستان عزیز صحبت کنم. سوشی از غذای مورد علاقه منه. Oh shit. Here we go again. سوشی از غذای مورد علاقه منه. خب همه اینجا سوشی به اومده. آقا داره گو میخوره. استاد از غذای امروز راضی بودی؟ عالی. فقط اگه خواهشه دیگه رستوران رو بسپر به من غذا رو. بچه‌ها امشب پول زیاد داد، من خیلی گشنمه. ماشینی ها دارن ما فوش میدن. میریم تو ملا صدرا، ما خرچنگ خوردیم داداش. ما خیلی با کلاسی. ما هفته دو شب ما امروز خرچنگ خوردیم، حالمون خوبه. خیلی لاکچری هستیم. بیا اصلا غیرت بذار. استاد بیا، استاد از این عقب بیا. خرچنگ
خرچنگا بالا پایین شد. من شوششو خوردم. شوش خرچنگ. آره نگو.